من معمولا توی این کانال از زیبایی‌های ایران میگم، از کوه‌ها و دشت‌ها و روستاهایی که هنوز بوی زندگی میدن. ولی این بار یه چیز متفاوتی تو ذهنمه. یه کتاب خوندم به اسم هنر ظریف بیخیالی از مارک منسن هست و راستش یه چیزایی توش بود که ذهنمو حسابی قلقلک داد. یه کتاب درباره این که چطور یاد بگیریم به خیلی چیزا اهمیت ندیم، نه از روی بی احساسی بلکه از روی آگاهی. حرفاش دقیقاً همون چیزایی که تو زندگی هر کدوممون تجربهش کردیم. وقتی از قضاوت بقیه خسته ایم یا هی دنبال تاییدیم و تهش بازم آرامشی نداریم. حالا میخوام بدونم اگر این موضوع یعنی کتاب و حرفای عمیق درباره زندگی برات جذابه، در کنار هم دیگه یه کانال جدا برای کتابخونی و خوندن خلاصه کتابا راه بندازم. اگر که موافق هستید، دوست داری خلاصه کتابا رو با صدای من بشنوی، لایک کن این ویدیو رو و کانال من رو سابسکرایب کن تا من متوجه بشم مخاطبی برای این کار وجود داره یا نداره، که اگر اوکی بود استارتش رو در کنار هم بزنیم. راستش حالا فقط کافیه نشونم بدین که این موضوع براتون مهم هست و دوست دارید. بقیه‌شو بسپاریم به من.